عزیزان گرامی، ما دنبال حق بگردیم. ما به این نیاز داریم که راه حق، منهج حق پیدا بکنیم و سری خود تطبیق بکنیم و براستی دنبال ازی بگردیم و بفهمیم که راه حق کدام است. بریم. حذیفه رضی الله عنه یک واقعه را براتون میگم. او میگه، حذیفه رضی الله عنه، هر عبادتی را، کل عبادت، هر عبادتی را لم يتعبدها اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم لا تعبدوها. هر عبادتی را که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم عبادت نکرده باشه، شما عبادت نکنید. چرا؟ به خاطری که اول برای آخر چیزی را نگذاشته. خیر کلش امو وقت بود، چیزی خیر دیگه پیدا نمیشه.